هدیه اگر پسر بود. همچنان پایان رایدهی در انتخابات پاکستان، کوکر برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را به مردمش تبریک گفت. به نام خدا و با درود سلام. یک بار دیگر خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال اسمارت استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. هدیه اگر پسر بود. نامه برای خواهرانم. امید زرینی، روزنامه‌نگار و روزنامه اطلاعات روز. هدیه دختر عمه‌ام تازه 15 ساله شده است. نوجوان با استعداد و باهوشی است. کتاب می‌خواند و نسبت به سن سالش آگاهی و فهم خوبی از خود و زندگی دارد. انگلیسی بلد است و نقاشی و خیاطی هم می‌کند. داستان زندگی هدیه و خانواده‌اش از این قرار است که پدر و مادرش حدود 30 سال قبل با هم ازدواج کردند ولی فرزنددار نمی‌شدند. بعد از 15 سال دارو و درمان اولین و آخرین فرزندشان که هدیه است به دنیا آمد. برخلاف رسم معمول او را به عنوان یک کودک دختر بسیار دوست داشتند و با صمیمیت و ناز و نعمت بزرگ می‌کردند، اما همزمان با بزرگتر شدن او مشکل دیگری که کابوس پدر و مادرش بود هم جدی تر می شد. آنان رفته رفته متوجه می شدند که دیگر نمی توانند فرزندی به دنیا بیاورند. این مسئله برای هر دوشان بسیار رنج آور بود، اما میزان آن یکی نبود. برای مادرش فرزنددار نشدن و خصوصا پسردار نشدن مصادف با بنبست زندگی و بدبختی تمام عیار بود. اما برای پدرش ناممکن شدن یک امکان بود، فقط یک امکان از میان 4 امکان. او با پشتوانه دین و مذهب و سنت و قانون می توانست با 3 زن دیگر رسما ازدواج کند و شانس خود را با هر 3 آنان یکی پس از دیگر و یا همزمان امتحان کند. مادرش اما در صورت پسردار نشدن زندگیش از هم می پوشید، زیرا شوهرش با زن دیگر ازدواج می کرد و او در این میان حق انتخاب زیادی نداشت که بقیه زندگیش را چطور بگذراند. اول به این دلیل که به عنوان یک زن بدون موافقت شوهرش نمی توانست طلاق بگیرد و دومین که حتی اگر طلاق هم می گرفت نمی توانست به عنوان یک زن بیسواد و خانه‌دار از پس مخارج زندگیش بر بیاید. جدای از این برچسب خجالت آور اجتماعی بیوه به او می خورد، یعنی هویت به امانت گرفته از شوهرش را از دست می داد و به عنوان یک زن فاقد هویت جای در جامعه نمی داشت و در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار می گرفت. با این شرایط او فقط یک گزینه داشت: زندگی در سایه مردی که 30 سال شوهرش بوده است و زن دومی که حالا قرار است جای او را در خانه و زندگی زناشویی‌اش بگیرد. پس از سالها جنگ و دعوا و در نهایت این کابوس به واقعیت پیوست. اخیراً پدر هدیه به دلیل اینکه فرزند پسر ندارد با زن دیگر ازدواج کرده است و قرار است همه با هم در یک خانه زندگی کنند. البته هم مادر هدیه و هم زن دوم پدرش هر دو بر اساس تجربه زیسته و دیدن زندگی مردان چند زنه می دانند که زندگی خوشی پیش رو ندارند، اما از آنجایی که متوجه زندگیشان می تواند بدتر از این شود به این خفت تن دادند. من وقتی این خبر را شنیدم به این فکر کردم که چرا در جامعه افغانستان کار زنان به اینجا می کشد. اگر سناریوی دیگری در نظر بگیریم که در آن جنسیت هدیه مذکر باشد، سرنوشت او و مادرش کاملا متفاوت خواهد بود. در این صورت حتی اگر پدر و مادرش نمیتوانستند فرزند دیگری به وجود بیاورند، به احتمال بسیار زیاد کار پدرش به ازدواج دوم نمیکشید و مادرش مجبور نمیشد با زن دوم شوهرش زندگی کند. همچنین او به عنوان یک زن دارای فرزند پسر شأن و منزلت اجتماعی پیدا میکرد. خود هدیه به عنوان یک پسر و جنس اول از امکانات و منابع پدر و جامعه بهره‌مند میشد و تحصیل میکرد و مهارت و حرفه یاد میآموخت و صاحب درآمد میشد و پدر و مادرش را هم حمایت مالی میکرد. به اضافه این او وارث دارایی‌ها و ملک پدرش میشد و از این جهت نگرانی پدرش بابت انگیج اجتماعی بیوارث شدن هم رفع میشد. میبینیم که جنسیت یک فرزند در سرنوشت یک خانواده افغانستانی اینقدر نقش مهم و محوری دارد. این ما را به این فهم میرساند که جنسیت مذکر در جامعه افغانستان کارکرد اجتماعی و اقتصادی دارد و از زمین رو داشتن فرزند پسر برای خانواده ها سرنوشت ساز تلقی می شود. البته این ظاهر قضیه است. مشکل به طور قطع جنسیت نیست. هویت جنسیتی یک انسان هرچی باشد و مثل همه آدم های روی زمین دارای هوش، عقل، استعداد و حقوق برابر است.
مسئله در ساختار مرد سالانه جامعه افغانستانی است. عرف و سنت، دین و اخلاق و اجتماع و سیستمی که این جامعه را شکل داده است طوری عمل می کند که فقط مردان از منابع، امکانات و فرصت‌های آن بهره‌مند می شوند. آنان آموزش می بینند، حرفه و مهارت می آموزند و در بستر اجتماعی و فرهنگی که فقط برای مردان آماده شده کار و فعالیت می کنند. در این ساختار که مردان آن را طراحی کردند، زنان به عنوان انسان درجه دو و پستر از مردان از همان کودکی برای برآوردن نیازهای جنسی و کارهای خانگی که از لحاظ اقتصادی سودی برای مردان ندارد تربیت می شوند. زمانی که آنان بزرگ می شود، طبعا آدم های ضعیف و کم توان و وابسته به مردان بار می آیند، اما مردان آن را به عنوان ویژگی های ذاتی و طبیعی زنان می شمارند. همینطور خود این زنان که در بستر این فرهنگ مرد سالاری تربیت شده و از آگاهی محروم نگه داشته می پذیرند که آنان موجود ضعیف و پستر از مردان هستند و خود و زندگی آنان متعلق به مردان است و بدون مردان نمی توانند زندگی کنند. همچنان پایان رایدهی در انتخابات پاکستان، کاکر برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را به مردم کشورش تبریک گفت. روند رایگیری در انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان ساعت 5 عصر دیروز پنجشنبه 19 دلو پایان یافت. به گزارش جیو نیوز، مقام‌های پاکستانی گفتند کسانی که در صف رایدهی بودند می توانند پس از ساعت 5 رای دهند. این رسانه نوشته است که نتایج اولیه انتخابات را دریافت می کند، اما مطابق قانون اجازه نشر ندارد. روند رایگیری ساعت 8 صبح دیروز در سراسر پاکستان آغاز شد. انوارالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان، برگزاری انتخابات این کشور را موفقیت آمیز خوانده و آن را به مردم کشورش تبریک گفته است. کاکر در بیانیه در ایکس مشارکت رای دهندگان را بالا دانسته و گفته است که این نشانه روشنی از تعهد عمومی برای شکل دادن به آینده کشورمان است. نخست وزیر موقت پاکستان به حملات امروز در خیبر پختونخوا و بلوچستان نیز اشاره کرده و گفته است که علیرغم حوادث اندک تروریستی در این دو ایالت، تلاش نیروهای امنیتی و کمیسیون انتخابات پاکستان برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سراسر کشور قابل ستایش است. تاکنون آماری از میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات پاکستان منتشر نشده، اما گزارش شده بود از جمعیت 241 میلیونی این کشور بیش از 128 میلیون رای دهنده ثبت نام کردند. بازها سپاس و امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال نمودید. اگر می خواهید از ویدیوهای جدید و روزانه ما مستفید شوید، پس لطف نموده کانال ما را شیر و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعد، الله حافظ، ناصر و نگهدار.